چیزا میزنیم بازی میکنیم فوتبال میکنیم ما ملاک میزنیم کنه سکو دوستا ما ملاکیت دارم دوستای عزیز دوستا پارک پسرتان رو سعی کنین پارک رو سعی کنین کل اینجا آب پر است میبینن در پارک که پیش روی خانه کاکو جوادشان هستیم اینجا آمدیم که بازی کنیم باشه آره میریم ملاک میزنیم کل چیز میکنیم گل ببینیم وان مادرای ما اینجا جای جور میکنن مادرای برای ما یکی دیگه خود آره ما در اینجا ملاک میزنیم در اینجا سیکو آره ما ملاک میزنیم اول نوبت کی است؟ بیا چالش بازی کنیم کی خوبترین ملاکا رو میزنه اوکی اول زحل عزیز اوه نه ملاکی خود زد یک دفعه دیگه هم بزن اوه نه شما ریت کنین در کامنت چقدر میگیره نوبت فاطمه عزیز است اوی فاطمه آفرین نوبت الینا است اوی الینا یک دفعه دیگه آفرین آل الینا نوبت بیادر من یاد ندارم اگر کوشش کنید خنده نکنه آله کم میریم ایسو کم چکر میزیم ها؟ آله کم چکر میزنیم چیپس باشه عزیز ما یک توپ داریم الان فوتبال میکنیم زال بیا اینجا برسته چه؟ یکم که پس کن کنیم اوکی بیا ما شما چالش ببینیم کدامتون زیادترین میتونه تیکه کنه کی میتونه زیاد وانا کاکا جواد نه دی پدر من پسر مدیر هستم ایسا بیا اینجا استاشن ما بانم برات که ما جور کرده بودم شما گپ زده برات باشه نوید برو دیگه تو بازی میکنی هر کار میکنی برو دوستای عزیز خوش نه برم دیگه اینی سوکستا چه خوب افته و رخ خوب فیلم چارکه میه دیگه ما تو امروز ویدیو میکنیم امروز ویدیوی ما فوتبال میشه برو شو دیگه فاطمه چه؟ برو دیگه دوسته استاشو پاس که بیا این از اینجا پیش نه این دوستان تنه فوتبال میکنیم یک کمی دیگه پاس یک زمین دیگه پاس برو خوب عالی ایناله تنه فوتبال میکنیم و شما یک چند پسکیلز هر کدامتون این را کردم یک کامنت و من لایک کنید اولینش بیرون کنید خوبش لیکن پرو معلوم نمیشه معلوم نمیشه بتا سو اول گرفتیمش نه بس ایلو میکن یعنی تی پایت بزن تو شور میکن تو سر شور میگیره شور میکن ایسا دی بغل میگیره بغل پولو خوبش آره میبینید آره شما نشان میتونم صبر آره گراس نشان میتونم آره گراس هستا
نه Papa, jag skissar انا نزلت في هيك دفع لا فعلا بيت هيك دفع شوف هذه بعد وناشد خب دوستای عزیز، اینجا فاطمه جان، الینا جان، مدینه جان و محمد از پارک آمدیم. کالا ما آمدیم در صحن اولی ما بچه ها را مدینه جان تو بازی و فوتبال تمرین کردن. بسیار خوب است که عزیزای دل روزای رخصتی و بچه ها را همیشه ببریم بیرون پارک و از روزای گرم تابستان زمستان پاییزی است. بسیار درخت‌ها و طبیعت زیبا میشه استفاده کنیم ازش. بچه های ما را باید ببریم بیرون که هم بر روحیه‌شان خوب است و هم برای خود ما تفریح میشه و اعصاب‌های ما کاملا ریستارت میشه. در زندگی ما بسیار تاثیرگذار است. عزیزای محمد جان، الینا جان بسیار، فاطمه جان بسیار ساعتشان دیر شد امروز.
همه مسافت ما تیر شد و برای محمد جان یک موترک رفتیم امروز خریدیم. خیلی دوستش داره، غیر میگه بوس. اینجام اولی ماست که میبینین، اونم خانه نارنجی رنگ خانه ماست. این پارکینگ ها هم باراست. دوستا مدینه جان که بچه های خود تمرین میکنه، محمد هم که میبینین مشغول موتر بازی است. عزیزای دل دیگه برنامه های ما را دنبال کنن، عزیزان دل ما را حمایت کنن. ما به حمایت شما نیاز داریم عزیزان که تشویق شیم و بتونیم که برنامه های جالبتر برای شما تهیه و نشر کنیم. عزیزان محمد بسیار اعصابش اینجا خراب شد و ما موترکی که برش خریده بودیم میزنه. همین 1 ساعت پیش برش خریدیم و چنان زد، میبینه که زد زمین به شکستان، تکه تکه شد موتر. خب به حمایت شما دوستان عزیز نیازمند هستیم. زیاد وقت شما رو نمیگیرم، زیاد پر نمیگم. لایک سابسکرایب یادتان نره عزیزان. بازم میگم به حمایت شما سروران عزیزای دل نیازمند هستیم. شما را به خداوند متعال و بزرگ میسپاریم عزیزای دل. بدرود تا یک برنامه دیگر. الله یار و مددگارتان. خدا حافظ دوستان.